دهه اشت که در دوره 400 کیلومتر از پایتخت تاجیکستان قرار دارد در گذشته همچون دهه آهنگران شناخته می شود و امروز نیز این عنعنه را مردم ده ادامه می دهند. آهنگران این دهه خود را همچون پیروان و دوام دهندگان کاوه آهنگر می دانند و این عنعنه را همیشه پاس می دارند. استا مامورجان و پسرش به ساختن تبر روسی مشغولند. در فصل سرما طلبات به این تبر زیاد می شود. استا مامورجان 30 سال باز آهنگری می کند و می گوید که این کسب را از گذشته هایش میراث گرفته است. ما ارواح پیر میکنیم ده. ارواح پیر کرده با ما فاتحه میتیم. پدرمو فاتحه میکنن که همین خیر من هنر دوام تیتون هماتون استخوانتون رو برنمی شخ کردیم. خوش انا که شما خواه این دوام تیتون گفته نصیحت میکنم. مثل استا مامورجان در 12 محله دهه اشت ناحیه اشت آهنگران هستند. آنها بیشتر از 50 نوع آلات روزگار را تهیه میکنند که مردم به آنها احتیاج دارند. سلیمان عظیمی مؤلف کتاب وارثان کاوه آهنگر میگوید در هر کوچه دهه اشت تقریباً 60-70% ساکنانش در گذشته آهنگر بودند. حالا هم آنها نه فقط در اشت بلکه در بسیار شهر و نواحی‌های ازبکستان، در شهر و نواحی‌های وادی بخش، حتی چند معلومات هایی که من به دست آوردم آهنگران اشتی در افغانستان، ایران، عربستان سعودی کسب پدری را ادامه بخشیدند. به نزدیک یک معلومات دریافت کردم 6 نفر عائله های آهنگری اشتی حاضر در یک از شهرهای شتات‌های متحده آمریکا کسب پدری یعنی بابایی آهنگری را ادامه داده ایستادند. اینجا رسته فروش محصولات آهنگری در منطقه است و آهنگران اساساً داس و تبر و تیشه و آلات گوناگون را با برند اشت که در هر یک اسباب نوشته شده است می فروشند. به اینجا خریداران به سبب ارزانتر بودن این نوع لوازمات روزگار از دیگر منطقه ها نیز می آیند. اقلا 5 سومانی فرقیت دارد. مثلا یک دون تبر باشد اگر ما 25 سوم فروشیم اگر دیگر جا ممکن 35 سوم یا 30 سوم بیشتر بفروشند. روز 23 اکتبر دهها آهنگر در همایش در ناحیه اشت گرد هم آمدند و برای رشد آهنگری و احیای محفل ارواح پیر یا کمربسته که در گذشته معروف بود گفتگو کردند. 100 سال پیش آهنگری خیلی رشد کرده بود مخصوصا در بین مردم اشت، ولی متاسفانه وقت آخر چون ناسازگاری های روزگار فکرم سبب شد که بعضیا از این هنر دور شدند و مهاجرت رفتند. اکنون باید کاری کرد که آنها دوباره به پیشه خود برگردند و پیشه اجدادی خود ادامه دهند. در همایش 3 شاگرد از استادان خود کسب آهنگری را قبول کرده از راهنمایانشان جامه و کمربند گرفتند تا این کسب باستانی را حفظ کنند و به دیگران میراث گذارند.